به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیزم سلام، صبح زیباتون بخیر. مریم سفری تنها هستم، روانشناس و مشاور خانواده. دوستان عزیزم، هر طوری که شما در صبح حس و حالتون خوب و عالی باشه، همونطور اتفاقات خوب برای شما رقم خواهد خورد. امروز با همدیگه تصمیم میگیریم که مدام به چیزهای خوب فکر کنیم، به اتفاقات خوب فکر کنیم، خدا رو بابت تمام نعمت‌هایی که به ما داده شکر کنیم و شکرگزار نعمت‌های خداوند باشیم. دوستای عزیزم، امروز مدام با خودت تکرار کن: خداوندا بابت تمام نتایج عالی که در همه امور زندگی میگیرم از تو سپاسگزارم. با پیج ما @روانشناسی سفری همراه باشید. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیزم سلام، صبح زیباتون بخیر. مریم سفری تنها هستم، روانشناس و مشاور خانواده. دوستان عزیزم، هر طوری که شما در صبح حس و حالتون خوب و عالی باشه، همونطور اتفاقات خوب برای شما رقم خواهد خورد. امروز با همدیگه تصمیم میگیریم که مدام به چیزهای خوب فکر کنیم، به اتفاقات خوب فکر کنیم، خدا رو بابت تمام نعمت‌هایی که به ما داده شکر کنیم و شکرگزار نعمت‌های خداوند باشیم. دوستای عزیزم، امروز مدام با خودت تکرار کن: خداوندا بابت تمام نتایج عالی که در همه امور زندگی میگیرم از تو سپاسگزارم. با پیج ما @روانشناسی سفری همراه باشید.